ای آقا را مشناسین. از برکت اینمی آقا تمام فحاشی، لندغری، عیاشی و چتیات از صفات مجازی گم شد از برکت اینمی آدم. چرا؟ این آدم کسی است نوش جانش از هر طریقی که استفاده میکنه اکاونت های انسان های فحاش، لندغر، لچک را این ریپورت میزنه، خراب میکنه. نوش جانش. این ترس. حالا اکثرت مردم ها از دست ترس ویدیو جور داره که اکاونت مرا خراب نکنه. همین انسان هایی که روستا بگو در تیک تاک میاد فحاشی میکرد، حالا اونمون نفرا چرخگیری اینمی آدم داره که سبا روز اکاونت مرا خراب نکنه. این گپ برادر کوچکت است. من نه چرخگیری میکنم و نه انسان فحاش هستم نه دیگه. و اینمی کسایی که چرخگیری میکنه دیگه میکنه، اول از اینمی نفر خراب کو. نوش جانت میگم دیگه در خدای لپاره. همیشه انسان هایی که اهل علم باشه، اهل قلم باشه، از تو نفرها حمایت کنین، از تو انسان ها حمایت کنین که چیزی که انسان فحاش است، انسان های خراب است، اکاونتاش از بین برده است. جانم است. سلام علیکم.